كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. ای انسان، به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای انسان، ای انسان، از تاریکی شب می ترسی، اما از تاریکی قبر چرا نه؟ به جنت می خواهی داخل شوی، اما به مسجد چرا نه؟ رشوه و پاره داده می توانی، اما به یک بیچاره غذا چرا نه؟ کتاب های گوناگون را خوانده می توانی، اما قرآن کریم را چرا نه؟ موسیقی های شرقی و اروپایی را گوش کرده می توانی، اما سوره های قرآن کریم را چرا نه؟ برای کامیاب شدن امتحان های دنیویت تمام شب بیدار می مانی، اما برای امتحان های آخرت چرا نه؟ به خاطر فیلم های ترکی و هندی هر روز اشک می ریزی، اما برای دیدار الله به مثل و مانند آخر چرا نه؟ پیام های و فیلم های منحرف و فاسقی را به دوستانت انتشار می کنی، اما پند و نصیحت را چرا نه؟ بله برادر و خواهر عزیزم، امروز بسیاری از برادران فیلم ها، سخن ها و نوارهای منحرف و فاسقانه را به دوستان خود انتشار می کنند، اما پند و نصیحت ها را انتشار نمی کنند. در زیر سخن های بی‌معنی، نوارهای بی‌معنی نظر خود را می نویسند و کلاس ها می مانند، اما نوارهایی که پند و نصیحت و آیت قرآن و حدیث هستند ترک می کنند. برادر و خواهر عزیزم، فراموش نکنیم که حیات هر روزه ما را فرشتگان به نوار می گیرند، یعنی ثبت می کنند، می نویسند و در این روزها چی کارهایی که ما انجام می دهیم همه این را فرشتگان می نویسند و روز قیامت در محضر همگان این حیات ما را به مانند فیلم می مانند و همه انسان ها این عملهای ما را می بینند که ما در این دنیا روز خود را چی طور گذرانیدیم، با طاعت و عبادت یا با گناه و کارهای بی‌معنی. برای همین از این روز فکر بکنیم که فردا چی فیلم درباره ما تیار می شود و خود شما فکر کنید که در آخرت در نظر همگان، پدر و مادران، خویش و تبار، یار و دوست، این فیلم شما چی طور باشد؟ فیلمی پر از کارهای خوب، کارهای ثواب از طاعت و عبادت، یا فیلم پر از معصیت، پر از گناه؟ اگر خواهیم که در آخرت فیلم ما یکی از فیلم های بهترین باشد، از این روز سر کرده ما باید توبه کنیم و به سوی خدا بازگردیم و عملهای صالح بکنیم. انشاءالله آن عملهای گناهی که کرده ایم خداوند آنها را محو می کند و آنها را مخفی می دارد و به همگان نشان نمی دهد، چون که خداوند بخشنده و مهربان و بخشیدن را خیلی دوست می دارد. پس الان فرصت داریم باز بگردیم و حیات خود را به یک فیلم بهترین تبدیل بدهیم تا پدران و مادران، خویش و تباران از دیدن این فیلم خوشنود گردند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.